سلام، حالتون چطوره؟ این یه ویدیو خیلی کوتاهه و در عین حال کاربردی برای تویی که مدام کاراتو عقب میندازی. 4 تا روش آوردم که یکی دو تاش واقعیت خوب جواب داده. حالا الان برات میگم. خیلی کوتاهه، لطفاً تا آخر ویدیو همراه باش. بریم اولی رو شروع کنیم. مورد اول که بیشتر بعد روانی داره اینه که تو باید بدونی انجام ندادن یک کاری خیلی بیشتر از انجام دادن اون کار ازت انرژی میگیره. با این فکر و خیال ها، با این استرس هایی که برات به وجود میاد در رابطه با اون کاره. پس اگر که به این موضوع آگاه باشی میفهمی هر چه سریعتر اون کار رو پاشی و انجامش بدی، ذهنت به آرامش میرسه و دیگه اون استرس از بین میره. این مورد اولی که باید پس ذهنت داشته باشی. بریم مورد بعد. مورد دوم که خوراک تنبلاست و یه جورایی میشه اسمش رو گذاشت قانون 5 دقیقه. اینطوریه که اگه تصمیم بگیری یه کاری رو فقط برای 5 دقیقه انجامش بدی، مطمئن باش که احتمالش خیلی زیاده اون کار رو تا آخرش انجام بدی، بری تا تهش اون کار رو تمومش کنی. این از این. قبل از اینکه بریم سراغ روش سوم یه چیزی بگم. من یه ماهی نبودم، بعد تعداد ویدیوها بیشتر شده، اما تعداد ساب ها همونجوری دقیق همون عدد مونده. دیگه تا اینجا اومدین، یه لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه دیگه. دم شما گرم. مرسی، خیلی ممنون. بریم ادامه ویدیو. مورد سوم که احتمالاً برای هممون پیش اومده، اگه یه کاری رو زودتر از حد موعدش تموم بکنی، اون روزت پر از انرژی مثبت و انگیزه میشه. خب حیف نیست که همچین حس حال خوبی رو به خودت هدیه نکنی؟ پس این مورد هم حواست باشه. روش چهارم که خیلی هم اتفاقا شاهکاره، اسمش قانون 5 ثانیه است. هم خیلی ساده است هم خیلی کاربردی. چجوریه؟ از 1 تا 5 بشمر و وقتی که دیگه رسیدی به 5 سریع پاشو از جاتو انجامش بده. پاشو برو دنبال اون کاره و بهش برس. ببین آخه ماها وقتی به یه کاری فکر میکنیم که پشت گوش میندازیم، معمولا میگیم فلان کارو انجام بدم، بعد میگیم حالا ولش کن، حسش نیست، وقتش نیست، یه تایم دیگه از شنبه فلان، همینجوری عقب میندازی. ولی اصلا نذار این به قول معروف تأخیر اتفاق بیفته. یادش افتادی از 1 تا 5 رو بشمر، رسیدی به 5 دیگه از جات بلند شو، برو سریع انجامش بده، برو برس بهش. این قانون در عین حال که الان شاید فکر کنی خیلی ساده باشه، خیلی کاربردیه و از حالا بعد از انجام دادن این کاره هم میتونی برای خودت حالا جایزه چیزی بذاری که آقا من بعد این 5 پا شدم این کارو کردم، یه حالی به خودم میدم. اینم از این عقب انداختن کارها یه وقتایی باعث میشه که ما دیگه هیچ وقت به اون کاره نرسیم. یعنی بعضی کارها هستن که انقدر عقب انداختیم تا دیگه اصلا از تایمشون گذشته، یا هی گفتیم بعدن. امیدوارم همه هم متوجه بشن که هیچ بعدنی وجود نداره. پس همین الان باید پاشیم و انجام بدیم اون کارامونو، و یعنی تایمش میگذره و دیگه ارزشی نداره. امیدوارم مفید بوده باشه براتون این ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.